به نام خدا، من ابوالقاسم جعفری هستم و این دومین برنامه از معرفی آیین دائو هست. من خدمتتون عرض کردم که کانال قبلی من بسته شد. من مجبور شدم دوباره تاریخ ادیان رو ضبط کنم. یکی از وجوه آیین دائو، چین باستان، که ما معمولا اون رو میشناسیم، طب سنتی هست یا ماساژ درمانی هست یا طب گیاهی که در چین باستان بسیار بسیار پیشرفته بوده و الان هم در جنوب شرق آسیا از طب گیاهی چینی بسیار استفاده میشه. از قرنها پیش چینی ها شروع کردن به کشف آثار این طب گیاهی و من نمیدونم چرا در کشور ما این در واقع دانش ترجمه نمیشه و استفاده نمیشه، چون اونها خیلی در این زمینه پیشرفته هستند. حتی بعضی از منابع میگن که استفاده یک کشور بزرگی مثل چین از داروی شیمیایی به مراتب کمتر از ایرانه و به جای اون در بسیاری از موارد پزشکان داروی گیاهی تجویز میکنن. البته داروهای گیاهی چین مخصوص به خودشه. نکته دیگری که ما از آیین دائو میشناسیم، گفتم آیین دائو یا تائو هر دو درسته چون تلفظ متفاوت داره و شاید هم یک حرفی است ما بین تا و دا، یعنی دائو، و انگلیسی ها بعضی مواقع تا ثبت کردن بعضی مواقع دا، ولی اون دین فلسفه باستانی چین منظورمون هست که در معنا به معنای راهه. یکی دیگه از وجوه آیین دائو که ما خیلی باش آشنا هستیم آقای بروسلی یا تعالیمی که آقای بروسلی در فیلم های خودش داشت. در یکی از فیلم ها بروسلی با یک مردی روبرو میشه که بسیار انسان گستاخیه و به هر کسی میرسه یه ضربه میزنه و میخواد سر دعوا رو باز کنه و بعد به بروسلی میرسه میگه که سبک مبارزه تو چیه؟ بروسلی میگه که سبک من fighting without fighting، یعنی نبرد بدون نبرد. بعد میگه که خب به من یاد بده و اینا توی قایق هستن، توی کشتی هستن. بروسلی میگه که سوار اون قایق بشیم بریم تو اون جزیره، چون اینجا توی این کشتی فضای کافی نیست. اون مرده سوار قایق میشه. همین که سوار قایق شد بروسلی این طناب قایق رو رها میکنه و این مرد برای مدتی توی آب در واقع سرگردون میشه و ناله میکنه و بقیه میخندن، اون افرادی که در عرشه کشتی بودن. این معنای درست استفاده کردن از تکنیکه، یعنی به جای اینکه ما مستقیم وارد نبرد بشیم به صورت هوشمندانه ورق رو به نفع خودمون برگردونیم و اوضاع رو به نفع خودمون بکنیم. یعنی این نبرد بدون نبرده. البته این فرهنگ در چین باستان قدمت زیادی داره. مثلا یک کتابی هست به نام هنر جنگ، مربوط به لااقل 200 سال قبل از میلاد مسیح میشه و کتاب چینیه و در اون می نویسه که قبل از اینکه جنگی اتفاق بیفته باید جاسوس های شما فضا رو برای جنگ آماده کنند. تو اون کتاب هم همین نکته ای رو که بروسلی در این فیلم نشون میده اون رو توضیح میده. میگه که مهمتر از خود جنگ اون اتفاقیه که قبل از جنگ میفته. اگر جاسوسان شما برن و دل دشمن رو خالی بکنن، یعنی کاری بکنن که دشمن به لحاظ روحی خودش رو ببازه، یا کاری بکنن که اصلا جنگ مستقیمی اتفاق نیفته، اینجا هست که شما جنگ رو بردید. اما یه سری از هنرهای رزمی که در اونها عناصر دائویی وجود داره، یکی تایچی هست که این چی که در چی گونگ، یعنی یک هنر رزمی دیگه هم وجود داره، اون واژه چی هست. واژه چی به معنای خون هم میتونه باشه
به معنای یک نیروی باطنیه که همه انسان ها یک نیرویی دارن به نام چی و با هنر رزمی، نه اینکه هنر رزمی به معنای دعوا کردن با بقیه، هنر خودسازی، یعنی هنر رزمی یعنی اینکه همیشه ورزش کنه، تمرین کنه، در مواقعی هم که لازم میشه از خودش دفاع کنه. این نیروی چی رو به فعلیت میرسونن، بیدار میکنن و اون رو در بدن به حرکت در میانن و در هنر رزمی نو ازش استفاده میکنن. و همچنین اون نیروی چی باعث میشه که انسان به تعادل برسه، یعنی درون انسان به لحاظ نیروهای مختلفی که در وجودش هست به تعادل برسه و این تعادل و هماهنگی همونیه که هماهنگی یین و یانگ هست که ما بهش اشاره خواهیم کرد در اون دایره‌ای که نصفش یعنی دو تا ترنج برعکس، نصفش سیاه نصفش سفید و هر کدوم یک نکته رنگی مخالف خودشون رو دارن. منظور من دقیقاً این علامته که این علامت یین و یانگ، یعنی دنیا از دو نیرو تشکیل شده، یکی نیروی گرمه، یکی نیروی سفیده و یکی نیروی سرد و سیاهه و اینا در تضاد با همن، ولی در حالت عادی در تعادل به سر میبرند و در دل هر کدوم نیروی دیگری وجود داره که رشد میکنه و اون طرف مخالف خودش رو میگیره و همین تعادل، در واقع حالت تعادل در طبیعت باعث ایجاد تعادل و آرامش میشه. و در درون انسان هم یین و یانگ وجود داره. حالا یین مظاهر مختلف داره، یانگ مظاهر مختلف داره و انسان با ورزش باعث میشه که این نیروها در حالت تعادل باشه. اون نیروی چی هم که وقتی به فعلیت میرسه میاد و به هماهنگی نیروها کمک میکنه. من یه سری مستندات هم در مورد نیروی چی دیدم که اینها ادعای استادان چی این هست که با تایچی یا هنرهای رزمی دیگه میشه این نیرو رو بیدار کرد و اون باعث میشه انسان به یک نیروی فراتبیعی برسه، یا اینکه انسان قوی بشه، انسان بسیار سریع بشه و یا در بعضی مواقع بتونه کارهای عجیب و غریب هم انجام بده، مثل آتش زدن کاغذ و اینا رو حالا ادعا میکنن، یا اینکه با یک ضربه‌ای بتونه که یک استاد کاراته، یه استاد هنر رزمی رو شکست بده. من خدمتتون عرض کردم که معابد داویی که الانم وجود داره بیشتر بالای کوه‌ها هست و گویی که کوه‌ها محل مناسبی برای مدیتیشن بودن، برای مدیتیشن های طولانی مدت، چون استادان داو مثل استادان بودایی اهل مدیتیشن بودن. خیلی از محققین بر این اعتقادن که آیین داو مدیتیشن رو از آیین بودا گرفته. به هر حال هر دوتاشون اهل سیر درون بودن و گاهی برای اینکه به اون هدفی که میخوان برسن 30 سال به طور مدام به مدیتیشن میپرداختن، یعنی هر روز و بعد صبح و بعد از ظهر کار اصلیشون مدیتیشن بوده. در چین معاصر هم ما میبینیم که بعد از اینکه حزب کمونیست به این نتیجه رسید که نمیتونه آثار فرهنگی رو از بین ببره و آیین داو، آیین بودا و حتی اسلام اینها مظاهری هستن که این باید اینا رو حفظ کنه، چون دنیا چین رو با این مظاهر فرهنگی میشناسه. اصلا کمونیسم خیلی برای دنیا جذاب نیست که چین بخواد این رو معرفی کنه و بعد از اون بود که دوباره سراغ حمایت از این مراکز فرهنگی رو داد و الان میبینیم که معابد داویی راه افتاده، افرادی میرن اونجا و عود روشن میکنن و عقاید خودشون رو پی میگیرن. و حتی در کشورهای مجاور مثل سنگاپور یا کشورهای جنوب شرق آسیا مراکز داویی وجود داره و افرادی اونجا تمرین میکنن، مطالعه میکنن و به مقام استادی که رسیدن یک مراسمی برگزار میشه و اون افراد درجه میگیرن. حالا اینجا
یه نمونه از اون مراسم هست که مراسم که در سنگاپور اتفاق افتاده و هر سال اتفاق میفته. افرادی که به درجه استادی میرسن در تعالیم آیین دائو اونجا سرتیفیکیت میگیرن یا لیسانس میگیرن یا گواهی نامه میگیرن و میتونن برن و در مراکز مختلف دائویی به تدریس مشغول بشن. اگر نقشه چین باستان رو نگاه کنیم، مراکزی که با مثلث قرمز مشخص شده توزیع آیین کنفوسیوس هست. با مثلث سبز ما آیین دائو رو میبینیم و با مثلث آبی موئیسم رو میبینیم. موئیسم باز یک دینیه که یکی از شاخه‌های آیین دائو هست که بعد از لاوتسه مطرح شد. ببینید چین باستان بیشتر اون مرکز چین بوده. آنچه که ما باید به عنوان چین بشناسیم اون قلب و هسته سرزمین چینه. بقیهش بعضی مواقع جزو چین بوده، بعضی مواقع فتح می شده توسط کشورهای مجاور، ولی این بخشی که شما در این نقشه می بینید بخش اصلی چین باستانه. در این تصویر شما 3 تا پرچم می بینید. بالا پرچم کره هست، بعدش پرچم ژاپن و بعد پرچم خود کشور چین. اما این پرچم چین کمونیسته، یعنی پرچمی هست که در قرن 20 اینها اعلام کردن پرچم جدید چینه و این پرچم بیانگر فرهنگ چین نیست، بیانگر فرهنگ کاملا وارداتی کمونیسمه. اما نکته‌ای که هست این هست که در این پرچم کره شما نماد یین و یانگ رو میبینید و یک سری خطوطی رو میبینید که در اطراف این نماد یین و یانگ هست و تشکیل شده از یک سری خطوط طولانی و خطوط کوتاه و بلند. جالب این هست که هم خطوط کوتاه و بلند و هم اون دایره وسطی هر دو بیانگر یین و یانگ هستند. یعنی این نمادی که در این طرف صفحه میبینید فلسفه‌ای که میگه که دنیا از 2 نیروی منفی و مثبت تشکیل شده و این نیروها در حال جنگ با همدیگر هستند و در حالت عادی یعنی در حالت کلی اینها در تعادل به سر میبرند و عقیده بر اینه که اگر اینها از حالت تعادل خارج بشن یه اتفاقی میفته، مثلا زلزله میشه یا قحطی میشه یا سیل میاد و اتفاقات طبیعی رو به برهم خوردن این تعادل میان یین و یانگ نسبت میدادن. البته یین و یانگ در درون انسان هم هست و میگن وقتی تعادل یین و یانگ درون انسان به هم میخوره انسان دچار مریضی میشه. اگر بخواید بدونید که این ریشه این خطوط از کجا میاد، کتابی هست به نام یی چینگ نوشته کنفوسیوس که به معنای کتاب تقدیرات هم هست، کتاب پیشگویی و نکات دیگه، که این کتاب علم همین خطوطه و به این صورت هست که یک علمی بوده شبیه مثلا علم رمل در فرهنگ ایرانی یا ایرانی عربی که اینها فرض کنید که یک شیئی مثل یک لاک پشت رو که خشک شده بوده اینو مینداختن توی آتش و البته همراه با دعا و اینها و این وقتی که شکافته میشد اون خطوط رو می اومدن و بر اساس اون نیتی که انجام دادن تفسیر میکردن و این تفسیر در کتاب یی چینگ نوشته کنفوسیوس اومده که هر در واقع مجموعه از این خطوط به چه معناست. الان اینجا نمونه از این خطوط رو میبینید، مثلا Creative Chien Approach Lean بیانگر این تفسیری هست که از این خطوط به دست می اومده. نکته خیلی مهم این هست که کانجی یا حروف تصویری چین امروز از همین خطوط گرفته شده
و این خطوط ریشه بسیار بسیار باستانی داره. به این خاطر هست که در چین هنوز هم محترم شمرده میشه و البته کشوری مثل ژاپن این خطوط رو از چین گرفته با یک تلفظ دیگه یا با دو تلفظ، یکی تلفظ چینی و یکی تلفظ ژاپنی، و از اونها همچنان دارن استفاده میکنن و میگن که در واقع ریشه این حروف برمیگرده به تعالیم آسمانی. خب پس شما همونطور که میبینید پرچم کره بیشتر از پرچم خود چین دائویی هست و این نشان از نفوذ فرهنگ دائو در کشوری مثل کره هست. اما پرچم ژاپن اون دایره نشان خورشیده و نمیتونه کاملا دائویی باشه، ولی به نحوی نمایانگر ارتباط تعادل بین نظم خورشید در سال و اینکه نظمش به هم نخوره و 4 فصل به هم نخوره با دائویی هست که فلسفه چین اون رو معرفی میکنه و میگه که دنیا رو در حالت تعادل نگه میداره. این تصویر متعلق است به آقای چونگ چنگ، یکی از فیلسوفان معاصر چین که البته مقیم آمریکا بوده و کتاباشو به زبان انگلیسی نوشته. ایشون معتقد است که آنچه که فیلسوفان چین باستان در مورد بهشت گفتن و توصیفاتی که داشتن مثل همون توصیفاتی که بودا یا بوداییان، بزرگان آیین بودا بعد از بودا در مورد بهشت داشتن و تصویر میکنن، جهانهایی که در مدیتیشن اونا رو میدیدن، اینا برمیگرده به تجربه معنوی اینها و تجربه معنوی اینها مشترک بوده. یعنی یه بخشهایی از تجربه معنوی اینها از یک جایگاه بسیار خوب که مناظر بسیار زیبا داره و مطابق با ذات و فطرت بشری آفریده شده، تجربه مشترکی در میان اینها بوده و در انتها به یک حقیقتی میرسه که حقیقت دینی باشه. برای امروز کافی است. انشالله در برنامه بعد ادامه صحبت هامون رو در مورد آیین دائو پی میگیریم.